سخن اول. احتمالاً از خود می‌پرسید که چرا نیاز است راجع به چاکراها و راه‌های باز کردن آنها چیزهایی را یاد بگیرید. در جهانی سرشار از آشوب و عدم قطعیت، فرد به آسانی می‌تواند مسیر خویش را گم کند. به این موضوع باید سرعت زندگی بسیاری از مردم را نیز افزود. تسلیم شدن در برابر عادت‌های غذایی ناسالم، افکار منفی و تمام خصلت‌های مضر برای سلامتی کاری ساده است. این امر منجر به زندگی نامتعادلی می‌شود. اما پسرفت وضعیت سلامت جسمی، ذهنی و روحی نباید امری بی اهمیت پنداشته شود. مردم باید بار دیگر توازن انرژی خود را بازگردانند تا بار دیگر احساس تندرستی کنند. به طور کلی چاکراها مرکز اصلی انرژی در بدن شما هستند. در واقع این چاکراها وجود دارند چرا که می توانید احساسشان کنید. آنها قادرند بر تمام افکار، احساسات و تجارب شما اثر بگذارند و از این افکار، احساسات و تجارب تأثیر بپذیرند. به عنوان مثال، هنگامی که نسبت به چیزی احساساتی قوی دارید، می دانید که این احساس از ته دل برمیخیزد و این در واقع یکی از 7 چاکرا است. کتاب پیش رو به شما کمک خواهد کرد تا چاکراهای خود را گشوده و توازن انرژی را به بدن خویش بازگردانید. شناخت چنین نیروهایی شما را یاری می دهد خودآگاه خویش را یک پارچه کنید. در نتیجه آگاهی ذهنی کسب کرده و واضح‌تر می بینید. کتاب حاضر توان تجزیه و تحلیل و حل مشکلات یا چالش‌هایی را میسر می‌سازد که در مسیرتان قرار می‌گیرند. به علاوه گشایش چاکراها یافتن آرامش درونی را تسهیل خواهد کرد. بنابراین شما آگاهتر می‌شوید و از زندگی آنطور که باید لذت می‌برید. از طریق این کتاب بنیادهای چاکراهای روحی را می‌شناسید، از چگونگی افزایش انرژی آگاه می‌شوید و برخی راهکارهای مفیدی را یاد می‌گیرید که می‌توانید برای گشایش چاکراهایتان به کار ببرید. با کتاب حاضر سفر به سوی روشنبینی را آغاز کنید. چاکراهای روحی چه هستند؟ در حین کشف حاله‌ها و چاکراها مهم است که سفر خویش را نه پدیده‌ای جدید بلکه بیشتر پدیده‌ای بسیار قدیمی به حساب آوریم. چاکراها، حاله‌ها و میدان‌های الکترومغناطیس به اندازه عمر زمین قدمت دارند. در واقع ساختار چاکراها بخشی از تمدن باستانی و اسرار گم شده است. و در انتها ساختار چاکراها در بدن ما برای این است که چگونه مسیر بازگشت خویش به سوی کهن‌ترین اسرار دوران را بیابیم. یعنی بازگشت به سوی خدای واحد و عالم مطلق. روزالین آلبرویر، گردونه‌های نور. فرهنگ‌های باستانی انرژی روحی را می‌شناختند و از آن بهره می‌بردند. این مسئله در طب چینی نمایان است. شیوهی که مراقبت‌های پزشکی خود را بر مبنای اصول طب سوزنی بنا کرده بود. بسیاری از فرهنگ‌های شناخته شده بومی بر استفاده از انرژی طبیعی بدن انسان در درمان تمرکز می‌کنند. نکته مشترک میان تمام چنین فرهنگ‌هایی این فرض است که انرژی در نقاط مختلف بدن انسان مراکز یا نقاط کانونی دارد. این مراکز انرژی نام‌های متفاوتی دارند اما واژه متداول برای نامیدن آنها چاکرا است. چاکرا چیست؟ چاکرا واژه‌ای برگرفته از زبان سانسکریت به معنای کانون انرژی است. تعداد مراکز انرژی از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. در طب چینی بیش از 100 نقطه جهت انجام طب سوزنی وجود دارد. از طرف دیگر در فرهنگ بیشتر هنرهای رزمی تنها یک کانون انرژی وجود دارد که هارا نامیده می شود.
با وجود این، باورهای دیگری نیز وجود دارند که مرکز انرژی در بدن را بین 5 تا 10 نقطه می‌دانند. رایج‌ترین فرهنگ‌ها 7 مرکز انرژی را در بدن به رسمیت می‌شناسند. این انرژی‌های بنیادین کانون بحث کتاب پیش رو هستند. 7 چاکرا به صورت خط عمودی در امتداد کمر کشیده شدند. آنها از بالای سر آغاز می‌شوند، به سمت پایین ادامه می‌یابند و به انتهای ستون فقرات ختم می‌گردند. هر یک از این چاکراها معادل میدان موج خالی از ذرات است، یعنی دقیقاً پتانسیل خالص. هنگامی که این مراکز انرژی گشوده می‌شوند، ظاهر آنها شبیه به روی دیگر سیاه‌چاله است، یعنی جایی که جریان‌های انرژی برخلاف مسیری که وارد شده خارج می‌شود. کیفیت و فراوانی انرژی هر چاکرا با دیگری متفاوت است، چرا که هر یک از آنها را می‌توان دارای نوع و میزان منحصر به فردی از انرژی روحی دانست. نقاط انرژی می‌توانند در ابتدا فضاهای خالی یا میدانهای خالص انرژی شناسایی شوند. انرژی روحی غیر قابل اندازه‌گیری است. واژه‌ای که در طب چینی برای نامگذاری انرژی روحی استفاده می‌شود، چی است؟ امکان جریان نیرو از طریق چاکراها تنها در صورتی وجود دارد که آنها فعال شده یا گشوده شوند. از نظر فنی، چاکراها میدانهایی هستند که درون آنها انرژی وجود دارد. به عبارت دیگر، الزاماً خودشان انرژی‌های روحی نیستند. می‌توان چاکرا را دروازه‌ای دانست که باید باز شود. نکات کلیدی. نکته محوری بخش حاضر این است که چاکراها مراکز انرژی هستند که به ما یاری می‌رسانند تا به وضعیت سلامتی برسیم. بهترین کاری که می‌توان انجام داد این است که در بخش‌های بعد چیزهای بیشتری در مورد آنها بیاموزیم. بخش بعد را به درستی درک کنید، زیرا به شما اطلاعاتی در مورد ساختار 7 چاکرای بدن می‌دهد. ساختار 7 چاکرای بدن. چاکراها مراکز انرژی آگاهی هستند. آنها دروازه‌های گردان خلاقیت و ارتباط میان روح بشر و جهان پیرامون او میباشند. میشل جی تامورا. معنای تحت‌اللفظی چاکرا گردونه است. هر یک از این 7 چاکرا دارای ویژگی‌های خاصی است که مربوط به پالایش انرژی از سطح ابتدایی هویت مادی خویشتن شماست. این مراکز انرژی نمودهای بالاترین سطح از گسستن انسجام هستند. درست مانند منشور که نور را به طیفی از رنگ‌های مختلف تقسیم می‌کند. چاکراها جای شکل می‌گیرند که 3 محور انرژی با یکدیگر برخورد می‌کنند. یکی از این محورها در هر دو طرف کانال مرکزی بدن قرار دارد که شوشومنا نامیده می‌شود. 2 مرکز دیگر، پینگالا در سمت راست و آیدا در سمت چپ، کانال‌های کوچکتری از انرژی بوده و موازی با ستون فقرات هستند. چاکراهای شما انرژی زیست مایع یا پرانا را جذب و جمع‌آوری می‌کند. علاوه بر این، انرژی را تغییر داده و عبور می‌دهد. جسم مادی شما بدون این مراکز انرژی امکان حیات ندارد، زیرا آنها دروازه‌هایی هستند که از طریق آن انرژی در بدن جریان یافته و به جسم فیزیکی شما زندگی می‌بخشد. هر یک از این 7 چاکرا پیوسته به قسمت به خصوصی از بدن و اندام خاصی است تا برای آن بخش انرژی فراهم کند. درست مانند هر اندام بدن که معادل خود را در سطح ذهنی و روحی دارد، هر یک از این چاکراها نیز قسمت متناظری در رفتار بشری دارند. این مارپیچ‌های حلقه‌ای اندازه‌های مختلف دارند و فعالیت‌های گوناگونی را انجام می‌دهند، زیرا هیچ دو انسانی مانند هم نیستند. به علاوه آنها در سطوح مختلفی به لرزش درمی‌آیند که احتمالاً این موضوع وابسته به سطح آگاهی فردی شما و توانایی چاکراها برای یکپارچه شدن درون بدنتان است. به عنوان مثال، چاکراهای واقع شده در قسمت پایین بدن
در ارتباط با احساسات و نیازهای ابتدایی شما هستند، چرا که با فرکانس کمتری می‌لرزند و بنابراین تراکم بیشتری دارند. انرژی‌های اعلاتر چاکراهای بالایی بدن متصل به آرمان‌ها و استعدادهای ذهنی و روحی بزرگتری می‌باشند. جریان انرژی و گشایش آن از طریق چاکراهای شما تعادل انرژی در بدن و وضعیت سلامتیتان را تعیین می‌کند. هنگامی که از ساختار پیچیده انرژی خود مطلع شوید، قادرید که تعادل و تناسب را در ابعاد جسمی، روحی و ذهنی حفظ کنید. استادان یوگا و متخصصان مدیتیشن تلاش می‌کنند تا انرژی چاکراهای شما را به وسیله تزکیه اثربخش انرژی‌های خفیفتر و هدایت آنها به سمت بالا متعادل کنند. هدایت انرژی به سمت بالا با استفاده از ابزارها و شیوه‌های مختلف انجام می‌شود، از جمله تمرکز حواس، ساخت فضای درونی یا زندگی هوشیارانه با آگاهی مسلم از اینکه چگونه بدن شما نیاز دارد انرژی به دست آورده و مصرف کند تا به این وسیله شما به حس تعادل در تمام ابعاد زندگی خود دست یابید. نکات کلیدی: این 7 چاکرا مدبرانه در بدن شما جای داده شدند. برای گشودن آنها باید بدانید که در کجا قرار گرفتند. بررسی کنید که هر کدام از این چاکراها در کجا جای دارند. در نتیجه به کار بستن تکنیک‌هایی که در بخش‌های بعدی می‌آموزید برای شما آسان‌تر خواهد بود. چاکرای فرق سر یا ساهاسرارا، دروازه 7. هرگز نترسید از اینکه اندک زمانی را به خلوت کردن و تفکر اختصاص دهید. لورن هنسبری. چاکرای فرق سر 7مین چاکرا محسوب می شود. مکان، قسمت بالای سر. رنگ شاخص، بنفش. نماد، نیلوفر 1000 پر. عضو وابسته در میان اعضای بدن، غده صنوبری. جفت موجود در ستون فقرات، چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات. نخستین چاکرا. سنگ مربوطه، مروارید. سیاره مرتبط، پلوتون. پرکاری، موجب خودشیفتگی، پیشواپرستی. کمکاری، موجب فقدان آرزوها و خواسته‌های معنوی. عنصر، روح و ذهن. شیوا یا بصیرت. 7مین چاکرا ناحیه‌ای بدون محتوا در تخیلات شماست که می‌تواند نور احیا شده را دریافت کند. این ناحیه آگاهتان می‌کند که بخشی از کل جهان هستید. این چاکرا نمایانگر بالاترین میزان هوشیاری و بصیرت است. منطقه‌ای که ارتباط شما با مرکز روح و ذهن است. جایی است که سایر چاکراها با ویژگی‌های منحصر به فرد خود به یکدیگر می‌پیوندند. توان شما برای تسلط بر جنبه‌های مردد و کمرنگ در کل وجودتان اجازه می‌دهد تا کاملاً بفهمید که در حقیقت موجودات روحی و ذهنی هستید که در کالبد انسانی قرار دارد. این چاکرا پیوند شما به وحدانیت ایزدی است. به علاوه منبع الهام و هدایت است. چگونه چاکرای فرق سر را بگشاییم؟ مدیتیشن بهترین تمرین موجود برای گشایش چاکرای فرق سر است. انواع مختلفی از مدیتیشن وجود دارند و شما می توانید هنگامی که مایل به گشودن 7مین چاکرای خود هستید، از بیشتر آنها استفاده کنید. می توانید شیوه‌های سنتی مدیتیشن را انجام دهید. در این شیوه‌ها فقط بی درد سر می نشینید و مدیتیشن را تا زمانی ادامه می دهید که به حالت آسودگی، آرامش و یگانگی با طبیعت دست یابید.
می توانید سرودی را روزانه بخوانید یا تصویری در ذهن خود خلق نمایید تا ذهنتان را از نگرانی‌ها، شک‌ها و مشکلات رها کنید. در نتیجه قادرید که به ساحل آرامش و امنیت برسید. با وجود این، مهم این است که بزرگترین چالش خود را برای موفقیت در مدیتیشن بشناسید. این چالش وابستگی و تعلق به مسائل مادی و زمینی است. مالکیت چیزهای مادی و افکار منفی شما را از گشودن موفقیت‌آمیز چاکرای فرق سر باز می‌دارد. هنگامی که واقعاً می‌خواهید به میزان معینی از آرامش دست یابید، باید پذیرای تجلی و استفاده فعال از چاکرای فرق سرتان باشید. برای مثال، به جای گفتن این غذای به خصوص را برای نهار یا شام می‌خورم، می توانید از این کلمات استفاده کنید. دلم می خواهد چیزهایی را بخورم که به من احساس خوب و معرکه‌ای بدهد. این راهکار شما را به سمت افکار و ایده های جدید و بهتر هدایت می کند. افکار و ایده هایی که می توانند به بازگشایی چاکرایتان کمک کنند. خالی کردن کامل ذهن تمرین زیادی نیاز دارد. باز کردن چاکرای فرق سر تنها به معنای بالا بردن سطح انرژی نیست، بلکه به معنای کاهش آن نیز هست تا خواسته های واقعی شما آشکار شوند. سنگ های مفید برای چاکرای تاج سر. چاکرای تاج سر را می توان با رنگ بنفش یا سفید نشان داد. برای کمک به باز کردن چاکرای خود می توانید از سنگ هایی استفاده کنید که کاربرد خاصی دارند، مثل سلستیت برای تعادل، توازن و گشایش، یاقوت زرد شفاف برای به فعالیت درآمدن، یاقوت ارغوانی برای تعادل و آسودگی، دانبوریت گشایش، آسودگی و انگیزش، فناسیت برای به فعالیت درآمدن و گشایش، کلسیت بلورین برای انگیزش، کوارتز شفاف برای به فعالیت درآمدن، تعادل، آسودگی و توازن، کوارتز روتیلدار برای به فعالیت درآمدن، تعادل، آسودگی، سلنیت برای تعادل. نکات کلیدی. چاکرای تاج سر مرکز آگاهی شماست. کارهایی که در زندگیتان انجام می دهید از افکارتان سرچشمه می گیرد. هنگامی که این چاکرا به درستی گشوده و استفاده شود، سطح خاصی از یگانگی با جهان به دست می آید. وقتی ذهن خود را با موفقیت از افکار غیر ضروری خالی می کنید، به سطحی از آسایش و آرامش دست می یابید و خواسته های واقعی شما آشکار می شود. فنون مدیتیشن را بیاموزید، زیرا به شما یاری می رساند تا به میزان مورد نیازی از آرامش، سازگاری و آسودگی برسید. چاکرای پیشانی یا چشم سوم یا آجنا، دروازه ششم. ما دارای 5 حس هستیم که با آنها به شکوهمندی می رسیم. حواسی که جهان منطقی ما را می سازند. اما اگر اراده کنید خواهید دید که حواس دیگری نیز وجود دارند. حواسی که به اندازه این 5 حس حیاتی هستند و هنوز ناشناخته و ناستوده ماندند، مانند حواس پنهان یا حس ششم. الیور ساکس. چاکرای پیشانی یا چشم سوم ششمین چاکرای بدن است. مکان پیشانی. رنگ شاخص نیلی. نماد مثلث وارونه‌ای که درون دایره قرار گرفته است. بذر صوتی ام. عضو وابسته در میان اعضای بدن، غده هیپوفیز، قسمت پایین مغز، ستون فقرات، بینی، چشم چپ و هر دو گوش. جفت موجود در ستون فقرات، چاکرای خاجی، دومین چاکرا. سنگ مربوطه، الماس. احساسات مرتبط، بزرگمنشی، حس ششم. پرکاری، موجب تحلیلگری
یا اندیشیدن افراطی. کمکاری موجب فریبگری. عنصر نور. دانش شهود ادراک. توسط ششمین چاکراست که شما چیزها را با چشم سوم خویش می‌بینید. چاکرای چشم سوم جایگاه شهود و بینش روحی محسوب می‌شود. هنگامی که چاکرای چشم سوم را بگشایید، بینایی معنوی را تجربه می‌کنید. به علاوه این چاکرا به مرکز بخشش و شفقت نیز معروف است. چگونه چاکرای پیشانی یا چشم سوم را بگشاییم؟ ششمین چاکرا با نور و تصور گره خورده است. می توانید از هر دوی اینها برای گشودن چاکرای چشم سوم بهره ببرید. باید هر دفعه که نور را حس می کنید، آن را بگیرید و به درون خود منتقل کنید. راهکاری ساده برای چنین کاری این است. بار بعد که طلوع خورشید زیبایی را دیدید، تمام حواس خود را جمع کرده و تصور کنید که نور را جذب می کنید. چشمان خود را ببندید و تصویری ذهنی از طلوع آفتاب را با استفاده از چاکرای چشم سوم درست کنید. این تمرین را پیوسته تا زمانی انجام دهید که بتوانید تصاویر را با اراده خویش مجسم کنید. این تمرین را می توان حتی بدون طلوع آفتابی شگفت‌انگیز نیز انجام داد، زیرا می توانید اصول آن را در حین تمرین و دیدن پس‌زمینه رنگی نور به کار ببرید. از مزایای نوری که از شیشه جلوی اتومبیل وارد می شود استفاده کنید. یا دقت کنید چگونه نور خورشید هنگام وزش باد به لای درختان می تابد. همچنین طی یکی از جلسات مدیتیشن خود ببینید چگونه نور شمع در منطقه‌ای می‌رقصد که آن را روشن کرده است. هر جایی که بازی رنگ و نور وجود داشته باشد، شما می توانید این تکنیک را اجرا کنید. سنگ‌های مفید برای چاکرای پیشانی یا چشم سوم. هر یک از ما با همه کس و همه چیز در ارتباطیم. هنگامی که این چاکرا بسته شده باشد، نمی توانید الگوهای اطرافتان را بشناسید. به علاوه قدرت درونی خود را نیز نمی بینید. این سنگ‌ها به شما کمک می کنند تا چاکرای چشم سوم خود را بگشایید و تعادل را میان تمام نیروهای خود برقرار کنید. یاقوت ارغوانی برای گشایش، انگیزش و تعادل. مولداویت برای به فعالیت درآمدن، گشایش، آسودگی. الماس هرکایمر برای به فعالیت درآمدن. آورای نیلی برای انگیزش. هولیت برای به فعالیت درآمدن و گشایش. لولیت برای گشایش و آسودگی. پیترسیت برای به فعالیت درآمدن. روبیزوزیت برای گشایش. لابرادوریت برای منظم سازی. استیلبیت برای انگیزش. آزوریت برای گشایش. آناکیته برای اتصال به زمین، تعادل، توازن. هنگام مدیتیشن با استفاده از این سنگ‌ها وادار به تمرکز بر روی یگانگی می‌شوید. در نتیجه به این پی می‌برید که همه ما از منبعی یکسان سرچشمه می‌گیریم و هوشیار می‌شوید تا بدانید که حقیقت وجودی ما چیست. هنگامی که این چاکرا را باز می‌کنید، قادر به درک و حفظ گشودگی ذهن خود هستید و بنابراین به حقیقت پی می‌برید. نکات کلیدی. ششمین چاکرا شما را از احساسات عمیق درونیتان آگاه می‌کند. وقتی این چاکرا باز باشد، گرفتن تصمیمات سخت برای شما ساده است. قدرتی درونی شما را هدایت می‌کند که کدام مسیر درست است. وقتی تمرین آگاهی آفرین نور و رنگ را انجام می‌دهید، به باز شدن چاکرای خود کمک می‌کنید. چیزی که احتیاج دارید تمرین مداوم این مهارت است. بنابراین اطمینان حاصل کنید که هر دفعه این کار را انجام می‌دهید، شانس تجربه رنگ‌های زیبا یا بازی نور را دارید. چاکرای گلو یا ویشودها.
دروازه پنجم. حرف زدن و خوب حرف زدن دو مسئله جداست. آدم احمق تنها حرف میزند ولی انسان عاقل خوب حرف میزند. بن جانسون. چاکرای گلو پنجمین چاکرا است. مکان گلو. رنگ شاخص آبی کمرنگ. نماد دایره‌ای که درون آن مثلثی وارونه قرار گرفته است. بذر صوتی هام. عضو وابسته در میان اعضای بدن گلو، غده تیروئید، ریه‌های فوقانی، دستگاه گوارش، بازوها. جفت موجود در ستون فقرات چاکرای شبکه خورشیدی سومین چاکرا. سنگ مربوطه یاقوت کبود. سیاره مرتبط زحل. احساسات وابسته شنوایی. پرکاری موجب کنترل کردن، لجبازی، سخنان ناراحت کننده، قضاوت کردن. کمکاری موجب فقدان بیان خلاقانه، کمبود ایمان. عنصر اتر. ارتباط ابراز وجود، منطق، خلاقیت، شهود، تمایل برای صحبت کردن و شنیدن واقعیت. چاکرای پنجم مرکز ارتباط، خلاقیت و ابراز وجود است. این چاکرا جایی است که می‌فهمید صدای درونی حقیقت هر فرد کاملاً ابراز شدنی است. چنین چاکرایی مرکز روابط ناب با دیگران و دیپلماسی است. چگونه چاکرای گلو را بگشاییم؟ عملکرد چاکرای گلو با بهره‌گیری از صدا و ارتعاشات است. مدیتیشنی موفق با استفاده از بذر صوتی چاکرا به گشایش آن کمک می‌کند. بذرهای صوتی در متون باستانی آمدند. به علاوه این بذرها به اصوات پایه‌ای شهرت دارند. کاری که باید انجام دهید این است که صدایی را که برای شما آسان است، بارها و بارها با ریتم مشخصی تکرار کنید. زمانی که می‌خواهید این چاکرا را آرام کنید، بذر صوتی را آهسته زمزمه کنید. برعکس، برای برانگیختن چاکرا، بذر صوتی را با سرعت ادا کنید. اگر بذر صوتی را با آهنگ یک پارچه قرائت کنید، اثر بخشی آن حتی بیشتر است. آنقدر اصوات مختلف را امتحان کنید تا صوت مناسب خود را بیابید. صوت‌های این چاکرا عبارتند از لام، وام، رام، یام، هام، کشام و 7 سکوت. از سنگ‌ها استفاده کنید. برای التیام چاکرای گلو باید با خود و آدم‌های اطرافتان صادق باشید. سنگ‌های مرتبط با این چاکرا به این شرح است: آکوا آورا برای تعادل و به فعالیت درآمدن. آپاتیت برای به فعالیت درآمدن و گشایش. عقیق نوار آبی برای تعادل. فیروزه برای تعادل و انگیزش. چشم آبی ببر برای تسکین. آکوامارین برای به فعالیت درآمدن و آسودگی. کلسیت آبی برای آسودگی. کیانیت آبی برای گشایش. آنجلیت برای آسودگی و درمان. سنگ لاجورد برای تعادل، به فعالیت درآمدن و گشایش. سودالیت برای انگیزش. هنگام انجام مدیتیشن برای گشودن این چاکرا بهتر است از خود بپرسید که آیا ممکن است حرفی زده باشید که احساسات کسی را جریحه دار کرده باشد؟ به علاوه باید از خود بپرسید که تا چه میزان چیزهایی که باید بگویید را به خوبی بیان می‌کنید. در بیشتر مواقع عدم تعادل در چاکرای گلو با بیماری‌های جسمانی مانند گلودرد گره خورده است. بنابراین باید مراقب سلامتی جسمی خود نیز باشید. نکات کلیدی: این چاکرا مرکز ارتباطات، ابراز وجود و اشتیاق برای گفتن و شنیدن حقیقت است. چاکرای گلو از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که اگر با دیگران ارتباط برقرار نکنید، نمی‌توانید با آنها کنار بیایید. بدون ابراز وجود نمی‌توانید با دیگران ارتباطی را شکل دهید.
صداقت بخش مهم هر نوع رابطه است. با حصول اطمینان از باز بودن این چاکراست که روابط صادقانه و واقعی با دیگران برقرار می کنید. اسرار مدیتیشن را بیاموزید و از صوت‌های مختلف برای گشودن این چاکرا استفاده کنید. مراقب سلامتی خود به ویژه گلویتان باشید، زیرا هر نوع بیماری بر سلامت چاکرای شما اثر می‌گذارد. چاکرای قلب یا آناهاتا، دروازه چهارم. نخستین و مهمترین قاعده باید عشق انسان به هم نوع خویش باشد. جمله انسان گرگ انسان است، اصل عملی والایی است. این جمله نقطه عطف تاریخ بشری است. لودویگ فویرباخ، جوهر مسیحیت. چاکرای قلب چهارمین چاکراست که در زبان انگلیسی آنستراک نامیده می شود. مکان وسط جناق سینه. رنگ شاخص سبز یا صورتی. نماد مثلث‌های در هم تنیده رو به بالا و پایین. بذر صوتی یام. عضو وابسته در میان اعضای بدن، قلب، غده تیموس، گردش خون، ریه ها و کبد. جفت موجود در ستون فقرات. این چاکرا در مرکز ستون فقرات واقع شده است. سنگ مربوطه یاقوت. سیاره وابسته ونوس. احساسات مرتبط لامسه. پرکاری موجب مرزهای احساسی شکننده، بیان نامناسب احساسات. کمکاری موجب سنگدلی، بیرحمی، عدم توانایی در احساس هیجان کردن. عنصر هوا. عشق، دلسوزی، میل به خویشتن‌پذیری، مهربانی. چهارمین چاکرا مرکز ابراز عواطف، همدردی، عشق، فداکاری و رشد معنوی حقیقی و بدون شرط است. این چاکرا را میتوان پلی دانست که انرژی‌های بالا و پایین را به یکدیگر متصل می‌کند. به علاوه مکانی است که در آن روح و خود واقعی شما ساکن است. چگونه چاکرای قلب را بگشایید؟ چهارمین چاکرا با عنصر هوا در ارتباط است. بنابراین برای گشودن آن باید بر روی تنفس خود کار کنید. این فنون به گسترش قلب شما یاری می‌رساند. در حالتی آسوده بنشینید، کمر خود را صاف کنید و چشمانتان را ببندید و همزمان به صدای قلب خود گوش دهید. عمل دم و بازدم را با آهنگی آهسته شروع کنید. عمل دم را در قسمت چپ خود، یعنی قسمت گیرنده بدن تصور کرده و گسترش قلب خود را احساس کنید. چند نفس بکشید و سپس گسترش قلب خود را در سمت راست، یعنی قسمت بیانگر بدن تصور کنید. بزرگتر شدن فضای درونی قلب خود را درک کنید. سپس از ته دل نفس بکشید. این کار به شما کمک می کند دلسوزی برای خود و دیگران را افزایش دهید. پس از چندین نفس دیگر تصور کنید که در قسمت بالای قلب نفس می کشید. در این حرکت قلب را با استفاده از تنفس تا اندازه‌ای بالا ببرید که تا شانه‌های شما برسد. در آخر در حالی که انرژی قلب خود را به جلو می‌رانید نفس بکشید، انگار که دارید نفس خود را به داخل جهان می‌فرستید. از سنگ‌ها استفاده کنید. چاکرای قلب علاوه بر عشق با اندوه نیز گره خورده است. هنگامی که قادر به گشودن این چاکرا باشید، دلسوزتر و دوست داشتنی تر می‌شوید. به علاوه باز کردن این چاکرا به شما کمک می‌کند تا راحت‌تر با اندوه کنار بیایید. سنگ‌هایی که برای گشودن این چاکرا به شما یاری می‌رساند بدین شرح است: یشم برای تعادل، آونتورین سبز برای بهبود یافتن، کوارتز سرخ برای گشایش و بهبود یافتن، زمرد برای گشایش،
لیتیوم کوارتز برای به فعالیت درآمدن، بهبود یافتن، تعادل. یاقوت برای به فعالیت درآمدن، گشایش. کروم دیوپسید برای گشایش و بهبود یافتن. زبرجد سبز برای آگاهی و هوشیاری. کهربای سبز برای به فعالیت درآمدن و گشایش. کیانیت سبز برای اتصال چشم سوم به قلب. نکات کلیدی. چاکرای قلب برای زندگی ما اهمیت دارد زیرا تمام حیات ما به آن وابسته است. این چاکرا مرکز احساس عشق حقیقی و بدون قید و شرط است. گشودن این چاکرا به ما کمک می کند که عشق و همدردی خود را نه تنها به خودمان بلکه به تمام انسانها نشان دهیم. مدیتیشن و تکنیک‌های نفس کشیدن تمام چیزی است که برای باز کردن این چاکرا نیاز داریم. فنونی که در بالا آموختید را وظیفه شناسانه انجام دهید و از هر کدام از سنگ‌ها استفاده کنید. با این روش می توانید چاکرای قلب خود را در هر زمان باز کنید. چاکرای شبکه خورشیدی یا مانیپورا، دروازه سوم. آن کس که دیگران را می‌شناسد انسان فاضلی است و آن کس که خودش را می‌شناسد انسان عاقلی است. لاتسه، داو دجینگ، دفتر حق و راستی. چاکرای شبکه خورشیدی سومین چاکرا است. مکان کمی بالاتر از ناحیه ناف. رنگ شاخص زرد. نماد مثلث وارونه. بذر صوتی رام. عضو وابسته میان اعضای بدن معده، لوزالمعده، کیسه صفرا، کبد. جفت موجود در ستون فقرات چاکرای گلو، پنجمین چاکرا. حواس مرتبط بینایی. سنگ مربوطه زمرد. سیاره مرتبط مشتری. پرکاری موجب خودمحوری، خودخواهی، جاه طلبی، میل به کنترل مداوم. کمکاری موجب خود ارزشمندی ناچیز، ستم به خویشتن، حساسیت، نیاز به انجام تمام کارها به صورت همزمان. عنصر آتش. اراده، انگیزه، سرور. سومین چاکرا در مرکز بدن شما قرار دارد. قرار داشتن در مرکز بدن این چاکرا را به مکانی تبدیل کرده است که انرژی جسمانی شما از آنجا توزیع می شود. این ناحیه مرکز احساسات پالایش نشده و قدرت فردی است. چاکرای شبکه خورشیدی است که به شما حس خرسندی و رضایت نهایی می بخشد. قدرت اراده شما موجب برانگیختن خلاقیتتان می شود. چگونه چاکرای شبکه خورشیدی را بگشاییم؟ برای باز کردن چاکرای سوم، شما باید بر روی تقویت توان بنیادین خود تمرکز کنید، چرا که این امر به افزایش قدرت شما یاری خواهد رساند. حرکت‌های تعدیل شده دراز و نشست مانند کرانچ شکم موجب تقویت عضلات شکم می شود. با وجود این متخصصان انجام حرکت پلانک شکم را توصیه می کنند. این حرکت به شرح زیر است. کف زمین دراز بکشید، به گونه‌ای که صورتتان به سمت پایین باشد. دستها را به موازات شانه روی زمین قرار دهید، طوری که آرنج‌ها صاف باشند. تمام بدن خود را از روی زمین بلند کنید. انگشتان پا را در زیر بدن خم کرده و بدن و پاهایتان را به شکل خط صاف در موازات زمین قرار دهید. به مدت 1 دقیقه در این حالت بمانید. با حفظ تعادل بر روی ساعدها در حالی که آرنج‌ها مستقیما زیر شانه قرار بگیرند یا به عنوان گزینه دیگر با بلند کردن پاها از کف زمین و حفظ وضعیت خود این تمرین را چالشی تر کنید. از سنگ‌ها استفاده کنید. این چاکرا مربوط به غرور و خودپسندی است. هنگامی که قادر به گشودن چاکرای شبکه خورشیدی باشید،
از ژرف‌ترین انگیزه‌های درونی خود برای انجام کارها مطلع می‌شوید. علاوه بر این، گشودن این چاکرا اعتماد به نفس شما را تقویت کرده و اجازه می‌دهد کارهایی را که نیاز است انجام دهید. سنگ‌هایی که می‌توانید استفاده کنید عبارتند از سیترین برای پاکسازی، یاقوت زرد برای بهبود یافتن، خرسنگ برای به فعالیت درآمدن، ببرچشم برای بهبود یافتن و تعادل و کهربا برای نیروبخشی و محافظت. نکات کلیدی: هنگامی که این چاکرا بهبود نیافته باشد، غرور کاذبی را تجربه می‌کنید و خودپسندیتان به طاق آسمان می‌رسد. این چاکرا همچنین منبع توانایی و اراده شماست. هنگامی که این چاکرا را می‌گشایید، می‌فهمید که چه چیزهایی محرک شما به سوی انجام کارهایی است که انجام می‌دهید. همزمان این چاکرا شما را وادار به انجام کارهایی می‌کند که ناگزیر از انجام آنها هستید. عملکرد چاکرای شبکه خورشیدی دو طرفه است، بدین معنا که به شما قدرت و اعتماد به نفس می‌دهد، اما در وضعیت عدم تعادل، غرور و خودپسندی را نیز می‌پروراند. می‌توانید با انجام حرکت‌های ورزشی که در اینجا ذکر شد، وضعیت عدم تعادل خود را تحت تأثیر قرار دهید. این کار به تمرین زیادی نیاز دارد، به خصوص اگر فردی هستید که فعالیت‌های جسمانی در زندگیتان جایی ندارد. اما با عزم و اراده می‌توانید این کار را به نحو احسن به انجام برسانید. همچنین می‌توانید از مزایای سنگ‌هایی بهره ببرید که در اینجا معرفی شدند. چاکرای خاجی یا سوادهیستانا، دروازه دوم. کارهایی را انجام دهید که خوشحالتان می‌کند. با کسی باشید که باعث می‌شود خنده بر لب‌هایتان بیاید، تا وقتی زنده اید بخندید و تا زمانی که نفس می‌کشید عشق بورزید. راشل آنونز. چاکرای خاجی دومین چاکرای شماست. مکان کمی زیر ناحیه ناف. رنگ شاخص نارنجی. نماد هلالی پایین خوابیده. بذر صوتی وام. عضو وابسته میان اعضای بدن، پاها، اندامهای تولید مثل، غدد جنسی. جفت موجود در ستون فقرات، چاکرای پیشانی یا چشم سوم. ششمین چاکرا. احساسات مرتبط، چشایی، سنگ مربوطه، یاقوت ارغوانی. سیاره مرتبط، عطارد. پرکاری، موجب شهوت پرستی، کنترلگری، اعتیاد آوری، دغلکاری. کمکاری، موجب سلطه‌پذیری، هموابستگی، ستم بر خود. عنصر آب. جنسیت، روابط، لذت، همدلی. دومین چاکرا نقطه کانونی تمام روابط شماست. این چاکرا جایی است که در آن احساس درونی خویشتن و آگاهی از سایر انسانها، جنسیت، ضمیر و خانواده شما تعریف شده است. هنگامی که قادر به گشودن چاکرای دوم خود باشید، درک مستقیم احساس دیگران آسان می شود. چگونه چاکرای خاجی خود را بگشاییم؟ از آنجایی که عنصر چاکرای خاجی آب است، می توان نتیجه گرفت که هدف اصلی این چاکرا سیالیت است. این تمرینات را انجام دهید. به حالت چارزانو، یعنی طوری که مرتازهای هندی می نشینند و وضعیتی که برای شما راحت است قرار گیرید. همزمان با انقباض و انبساط زیر شکم، در حالی که ناحیه خاجی خود را باز می کنید، سر ستون فقرات خود را به عقب برانید. هنگام حرکت استخوان خاجی به سمت مخالف و همزمان با فشار دادن ناف به سمت ستون فقرات عمل بازدم را انجام دهید. حرکات را تا جایی که امکان پذیر است ادامه دهید تا انرژی به سمت بالا در سراسر ستون فقرات شما جریان یابد. از سنگ ها استفاده کنید.
دومین چاکرا به روابط، سرزنش و گناه مرتبط است. اگر قصد دارید این چاکرا را رو به راه کنید، باید یاد بگیرید که در تمام روابط خویش صادق، راستین و رو راست باشید. با استفاده از این سنگ‌ها باز کردن این چاکرا میسر می شود. کلسیت مرجانی برای نیروزایی، کلسیت نارنجی برای به فعالیت درآمدن و پاکسازی، obsidian برفدانه‌ای برای آرامش، سنگ ماه برای تعادل، یشم لئوپاردسین برای محافظت و عقیق نارنجی برای درمان شدن و سنگ دلربای نارنجی برای گشایش. نکات کلیدی: این چاکرا با روابط، جنسیت، احساس خویشتن و شناخت شما از انسان‌های اطرافتان ارتباط دارد. اگر این چاکرا به خوبی گشوده نشود، تمایل پیدا می‌کنید که به طور غیر معمولی سلطه پذیر شوید یا برعکس کاملاً کنترلگر باشید. تمرین مداوم کلید بهره‌گیری از مزیت تکنیک‌های مدیتیشن است. چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات یا مولادهارا، دروازه نخست. ریشه دار شدن شاید یکی از مهمترین و شناخته نشده ترین نیازهای روح بشر باشد. سیمون ویل. چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات نخستین چاکرای شماست. مکان: پایه ستون فقرات. رنگ شاخص: قرمز. نماد: مربع. بذر صوتی: لام. عضو وابسته میان اعضای بدن: پروستات، مثانه، کلیه‌ها، غدد فوق کلیوی، ستون فقرات. جفت موجود در ستون فقرات: چاکرای جمجمه یا تاج سر، هفتمین چاکرا. احساسات مرتبط: بویایی. سنگ مربوطه: مرجان. سیاره وابسته: مریخ. پرکاری موجب سلطه‌گری بیش از اندازه. کمکاری موجب عدم اتصال به زمین. بیخانمانی. عنصر: زمین. این چاکرا تجلی نیرویی است که از درون آن تمامی عالم محسوسات متجلی می‌گردد. ثبات، بقا، اتصال به زمین، صیانت نفس. نخستین چاکرا مقر نشاط جسمانی و غریزه ابتدایی شما برای بقاست. چاکرای ریشه یا ستون فقرات به تنظیم سازوکارهایی کمک می‌کند که جسم فیزیکی شما را زنده نگه می‌دارند. مهمترین بعد این چاکرا ساده دلی است. چگونه چاکرای ریشه را بگشایید؟ تکنیک ساده‌ای وجود دارد که می‌توانید با آن با پاهای خود انرژی ببخشید تا اتصال بهتری با زمین برقرار کنید. در حالت ایستاده قرار بگیرید، طوری که پاها از دو طرف باز شوند و پاشنه‌های پاها کمی از انگشتان فاصله بگیرند. پاهای خود را به سمت پایین و خارج فشار دهید، درست مانند اینکه بخواهید کاشی‌های کف اتاق را با استفاده از پاهایتان جدا کنید. در طول پاهای خود همزمان با خم شدن زانوها عمل دم و هنگام خم شدن به سمت مچ پاها عمل بازدم را انجام دهید. این حرکات را تا زمانی انجام دهید که پاهایتان شروع به لرزیدن کنند. برای تسلط به این تکنیک‌ها نیاز به تمرین مداوم دارید تا بتوانید آن را در هر زمان، هر مکان و در حال انجام هر کاری که هستید انجام دهید. از سنگ‌ها استفاده کنید. برای کمک به گشودن چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات می توانید از این سنگ‌ها استفاده کنید. هماتیت برای تثبیت سازی و اتصال به زمین. رودکروسیت یا سرخفامه برای آسودگی. کهربای مشکی برای درمان شدن و محافظت. جاسپر قرمز
برای به فعالیت درآمدن، لعل برای تعادل، کوارتز دودی برای درمان شدن و محافظت و عقیق قرمز برای تعادل. نکات کلیدی: نخستین چاکرا در پیوند با غریزه بقا و ثبات شماست. اگر به خاطر عدم گنجایش این چاکرا نتوانید به درستی به زمین متصل شوید، به سلطه‌گری بیش از اندازه دچار شده و تمایل دارید برای بقا به دیگران تکیه کنید. از طرف دیگر، کمکاری چاکرای ریشه منجر به گمگشتگی و بیخانمانی می شود. از تمرینات گفته شده استفاده کنید تا این چاکرا را بگشایید. به علاوه می توانید از میان سنگ‌هایی که نام برده شد، تعدادی را جهت کمک بیشتر انتخاب کنید تا به تعادلی دست یابید که به آن نیاز دارید. سخن آخر. هدف کتاب حاضر این است که به شما یاد دهد عملکرد 7 چاکرای روحی چگونه است و شما چگونه می توانید از آن برای بهبود اوضاع کلی سلامتتان بهره ببرید. سالم بودن تنها به معنای سلامت جسمانی نیست، بلکه به معنای سلامت ذهنی و روحی است. غریزه‌های اصلی شما باید به نیروهای افکار و احساساتتان بپیوندد تا بتوانید به سلامت کلی شگرفی دست پیدا کنید. با این همه، برخی از چاکراها همیشه باز نیستند. این چاکراها از بدو تولد در بدن شما قرار دارند. با وجود این، بعضی از آنها بیش از حد فعال بوده و بعضی دیگر کاملاً بسته شدند. برای دستیابی به آرامش درونی، باید حس تعادل میان این مراکز انرژی به دست آید. این آرامش در سراسر بدن شما جاری می شود و سلامت نابی را کسب می کنید. ورزش‌ها و مهارت‌هایی که به شما یاد داده شد، تکنیک‌های ورزشی و مدیتیشن ساده‌ای هستند که می توانید به راحتی در طول زندگی روزمره خود انجام دهید. هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوانید این تکنیک‌ها را در برنامه روزانه زندگی خود بگنجانید، زیرا این تکنیک‌ها به آسانی آموخته و اجرا می‌شوند. حتی اگر زندگی شما آهنگ تندی داشته باشد، هنوز هم می‌توانید زمانی را برای انجام این ورزش‌ها پیدا کنید. به عنوان مثال می‌توانید هنگامی که در حال عبور و مرور هستید، مهارت نفس کشیدن را انجام دهید. شما می توانید هر روز صبح در راه اداره، هنگامی که پشت چراغ قرمز هستید یا وقتی که در راه بازگشت به خانه در ترافیک گیر افتاده اید، نفس کشیدن را تمرین کنید. اگر از آن دست آدم‌هایی هستید که ترجیح می‌دهند با مترو تردد کنند که چه بهتر، زیرا وقتی که سوار قطار هستید می توانید این تمرین را انجام دهید. مهارت نور و رنگ برای بازگشایی چاکرای پیشانی یا چشم سوم می‌تواند تقریباً در هر زمانی انجام شود. تنها چیز لازم هوشیاری است. نیاز نیست که هر روز دنبال طلوع خورشید بگردید، زیرا بازی رنگ و نور را در مسیر رفت آمد روزانه خود خواهید دید. ببینید که چطور پرتوهای نور خورشید گیاهان درون گلدان‌های روی ایوان را لمس می‌کند یا چگونه نور خورشید درختان داخل پارک را می‌بوسد. رنگ‌های زیبایی اطراف شما وجود دارد. ممکن است هر روز بدون اینکه متوجه باشید از کنار آنها عبور کنید. اکنون زمان آن رسیده که هوشیار شوید و به جهان اطراف خود آگاهی پیدا کنید. هوشیاری و آگاهی 2 ابزار مهم هستند که به باز شدن چاکراهایتان یاری می‌رسانند. در مورد ورزش‌های فیزیکی، برای بازگشایی چاکراهایتان هر روز تقریباً 30 دقیقه را به انجام این تمرینات اختصاص دهید. برنامه روزانه خود را طوری تنظیم کنید که شامل فعالیت‌های جسمانی باشد. اگر برنامه روزانه شما پر است، چرا شب‌ها زودتر نخوابید تا صبح‌ها کمی زودتر از معمول بیدار شده و دقایقی را به ورزش اختصاص دهید؟ اگر تبدیل به انسان متعهد و فداکاری شوید، این کار بسیار ساده است. ممکن است در ابتدا این کار مشکل باشد، اما هنگامی که پیگیر باشید،
بخشی از برنامه روزانه شما خواهد بود.